میلیاردر روسی دیوانه به اسم مرسروی، پادشاه بزرگترین دونیت‌های تاریخ تویچ توی روسیه. اون با پولایی که دونیت میشد باعث شدش که تاریخ استریم جهان و حتی بیشتر از اون روسیه کاملا عوض بشه. اون اول سری پارتی‌ها و شوهایی راه مینداخت که خیلی عادی بودش، ولی کم کم این داستانا دارک میشد و حتی خیلی وقتا باعث میشد که پلیس بخواد وارد بشه و دسته از استریمرهای زباله یا استریمر ترش رو تو روسیه مد کردش. ولی ماجرا فقط به قماربازی و مشروبا اینا ختم نمیشه و مرسروی فراتر از چیزی که فکر کنید آدم دارکیه. مثلا زمانی که اون 16 سالش بود برادر برای اولین بار نزدیک بودش که به زندان بره. چند بار هم به مهمونه مختلفش تو لایو حمله کرده بودش که احتمالاً بیشتر تو اینستا اینا دیدید، ولی داستان حتی از اینا هم بعضی اوقات دارک‌تر میشه. ولی سوالی که پیش میاد اینه که یه پسر فقیر روسی چجوری تبدیل به این مولتی میلیونر شد و داستان این استریمر دیوونه روسی چیه؟ این شما و این داستان مرسروی، بزرگترین استریمر تاریخ روسیه. باعث واقعی داده شما اندری بورن بودش که یه خانواده خیلی فقیری داشتش که پدرش توی کارخونه کار میکرد و مادرش هم صندوقدار بوده. انقدر این خانواده فقیر بودن و وضعشون بد بودش که آندری خیلی وقتا مجبور بودش که لباسای دست دوم برادرش رو بپوشه. ولی همون برادر باعث شدش که زندگی این داداشمون تغییر پیدا کنه و وارد دنیای گیم و صنعت استریم و اینا بشه. داداشش براش کامپیوتر خرید و همین کامپیوتر زندگی آندری یا همین مرسروی خودمون رو عوض کردش. آندری عاشق ماینکرافت بودش و مدرسه رو حتی ول می‌کرد و میومد میشست ماینکرافت پلی میداد. و بعدا فهمید که از این علاقه‌ای که داره میتونه حتی پولم به دست بیاره و چی از این بهتر. یه هاست خرید و یه سرور ماینکرافت رو انداخت و شروع کرد به تبلیغش توی گروه‌های مختلف و اسپم توری همه جا میرفت و میزد که من سرور رو اینا دارم. بعد اینا میرفت به بچه‌های کوچیک روسی وی آی پی و اینا میفروخت. یه جورایی میشه گفت شرمن سرشون کلا می‌ذاشت. نمره‌های آندری افتضاح بودش و همه درساشو تقریبا میافتاد، ولی خب نوبادی گیو شت چون 14 سالش بودش و داشت همینجوری پول در میآورد و خانواده‌ام خیلی براش مهم نبود. روسیه و اینا هم تقریبا مثل ایران و بقیه کشورها یه ذره وضع مالی مردم متاسفانه ضعیفه تو این کشورها و پول حرف اولو میزنه. و یه مدت هم که دوتا حسابی رفت بالا، این داداشم وارد شد و تصمیم گرفت یه سری آیتمایی که پولش برسه رو بخره و به بقیه گرونتر بفروشه و یه جوری دلالی کنه واسه. اما خیلی زود دوباره از این کارا هم خسته شدش و تصمیم گرفت بره سراغ کاری که پول بیشتری بتونه به دست بیاره، ولی نه به شکل قانونی. وقتی که 16 سالش شد شروع کرد به استریم‌های CS:GO اینا، ولی دلیل محبوبیت و بازدیداش نبود که داره CS:GO استریم میکنه، دلیلش کارهای دیگه‌ای بودش که تو استریمش انجام میداد. مثلا میرفت تو این سایت‌های چت آنلاین و اینا با دخترای مختلف حرف می‌زد و در ازای مبلغای خیلی کمی ازشون کارهای خیلی عجیب غریبی می‌خواست و اون دخترای روس هم انجام میدادن کارهای خیلی عجیب غریبی که نمیتونم اینجا تو یوتیوب بذارم، میاد بازم میکنه وسط. ولی خلاصه اینو بهتون میگم که هر کاری که فکرتون میرسه و تو ذهنتون رو انجام میدادن. همونجوری که بهتون گفتم چون روسیه هم وضع مردمش و خیلی علاوه مالی و اینا خرابه دیگه، پول حرف اولو میزنه متاسفانه. همون موقع تو سال 2017 حدود 60,000 نفر استریمش رو میدیدن که خیلی عدد گنده‌ایه واقعا. ولی خب اشتباهی که کردش اینه که تو استریماش این وادا رو اینا رو پاک نکرد و گذاشت این ویدیوها اینا بمونه و اینجا خیلی از یوتیوبرها و بعضی از مردم اومدن و اینا رو بعدن کلیپ کردن و فهمیدن که چه اتفاقایی تو استریم این میافتاده. یه یوتیوبر روسی اومد ماجرا رو علنی کردش و گفت من خیلی متاسفم داره همچین اتفاقی تو کامیونیتی اینا میفته، چرا کسی جلوی اینو نمیگیره و اینا. و پلیس افتاد دنبالش، پلیس روسیه وارد عمل شدش و آندری فرار کردش، 3 ماه توی هتل قایم شدش، ولی همچنان استریم میکرد و اصلا پلیس به یه ورش هم نبود. و گسوات هست بزنید چی شد؟ پرونده بعد 3 ماه بسته شدش و انگار نه انگار که پلیس دنبالش بودش. خیلی حس زدن که آندری پول داده، پلیس رو خرید، خانواده‌اش پول دادن خریدن و تو روسیه اینا هم قشنگ فساد سیستماتیک و اینا رو میتونید ببینید در چه حد. اما بعد اون مرسروی عقلش رسید که آقا اینجور کارا یه ذره شر داره و امکان داره پلیس بیاد و هر چی در آورد دادش به پلیس و خیلی سودی براش نداشتیش این کارو می‌کرد. اما ذهنش هنوز دنبال این بودش که هر جور شده بعد این پول رو به دست بیاره. بعد اون اتفاق تصمیم گرفت که مرسروی مسیرش رو عوض کنه، ولی نه به سمت درست بلکه به سمت خیلی دارک‌تر. اون وارد دنیای گمبلینگ یا همون قمار خودمون شدش. اون با یکی از بزرگترین کازینوهای آنلاین روسیه قرارداد انحصاری بستش و دیگه همینجوری پول پارو می‌کرد، دیگه همینجوری پول بودش که براش می‌موند. اما هرچی داشت اون پولش بیشتر میشه، کنترلش کمتر میشد و بیشتر از خودش بیخود میشد. زندگیش پر شده بود از مشروب و مواد و دختر و مست کردن و مهمونی‌های خیلی عجیب غریب و اینا که افتخار رپرهای نسل 4 مونه.
صدها هزار نفر لایوشو میدیدن و محتواش هر چی عجیب غریب‌تر و شوکه کننده تر میشد بازدیدش هم همینجوری میرفت بالاتر. اون آدمایی می آورد که معمولا استریمرای خیلی کوچیکی هستن یا دنبال اینا که دیدهشن، یا آدمای بدبختی که نیاز به پول داشتن میرفت فاحشه پیدا میکرد، آدمایی که نیازمند بودن و می آورد اونجا و هر کاری که دلشون می‌خواست و باهاشون میکرد. مثلا تحقیرشون میکرد، کتکشون میزد و خیلی از کارهای دیگه که واقعا در حق انسان بکنه نامرده، ولی خب دیگه پول دیگه لعنتی حرف اولو میزنه. یه جوری انگار استریمراش برگشته بودن به دوران اولیه و بربریت و کلا انسانیت توش معنی نداشتش. همونجوری که بهتون گفتم که پایه‌گذاری اصلی استریمرای آشغال اینجوری شدش و یه داداشمون به اسم رفلی اگه اشتباه نکنم یه بار نامزدشو گذاشت بیرون توی زمستون از خونه و نامزد بنده خودش مرد از سرما یخ زد که فقط اینجوری بتونه ویور رو اینا بگیره که اینجوری مردم رد میشن یا خورد میشن. چیزی که اول خیلی ساده به نظر میاد که چند تا دختر رو دعوت کنیم و مشروب بخوریم و اینجوری ویو بگیریم، داشت اصلا تبدیل به چیزی میشد که اثر خیلی بدی روی جامعه روسیه و حتی جهان داشتش. مرسو دیگه کاملا خودش رو گم کرده بود و باور شده بودش که خداست و هیچکی نمیتونه جلوش وایسه. دیگه براش مهم نبود که کی آسیب ببینه، کی ناراحت بشه، کی بهش هیت میده. فقط براش مهم بودش که همینجوری داره ویو و پولش میره بالاتر. اون حتی با صمیمیترین دوستای خودش و خانواده‌اش هم مثل آشغال رفتار میکرد و هیچ خدایی و بنده نبودش. کل استریماش هم شده بود تبلیغ قمار و الکل و زندگی بی قید و بند و زندگی و اسپانسراش هم همینجوری از در و دیوار میریختن و اسپانسراش هم معمولا 99% کازینوهای گنده روسی بودن. اونقدر این کازینوها بهش پول داده بودن و حمایت مالیش کرده بودن که رفته بود توی مسکو داشت زندگی میکرد، اونم توی منطقه لوکسی که افراد خیلی پولدار روسیه و اینا میرن اونجا زندگی. اونجا بعداً با چند تا استریمر مختلف معروف هم آشنا شدش که یکیشون ویژیلینکو بودش، بعدش هم گریشتا پایات و اینا بودش که اسمشون رو میدونم اشتباه گفتم ببخشید، ولی خب اونجا با اونا هم کلابینا داد و حرفینا زدش که اونا هم خیلی آدمای پرحاشیه و جالبی نبودن که باعث شد یه ذره محبوب‌تر که نه معروف‌تر بشه. مرسوی رفته بود توی جامعه که هیچ دوست واقعی نداشت، یعنی این اون اپیزود باب اسفنجی که باب اسفنجی پولدار شد و همه دور و برش بودم سر پولش، مرسوی هم اینجوری شده بودش و واقعا هیچ دوستی نداشت و هر کسی که باش میومد سر پول و شهرت و جایی که بودش با مرسوی بود. اما اون فقط از کازینوها ماهی 1 میلیون دلار میگرفت و سر همین پول خیلی مغرور شده بود. شاید الان فکر کنید که داشتم خیلی پولداره که آره درست فکر می‌کنید، ولی برادر کم نمی‌ذاشت و کلی از این پولایی که به دست می‌آورد و خودش قمار می‌کرد و از دست میداد و حتی کم هم نمی‌ذاشت و استریمش رو میرفت گرونترین مشروبا و الکل‌ها و اینا رو می‌گرفت و تو گمبلینگ هم میگم حسابی خرج می‌کردش. اون حتی به سلبریتی‌های روس هم حسابی پول میداد تا بیان استریمش رو بتونه اینجوری ویو بیشتری بگیره و حتی یه بار به یه بلاگر معروف به اسم ادوارد بیل حدود 1 میلیون روبل پول دادش تا بیاد برنامه‌اش تبلیغ یه سایت کازینو رو اینا رو کنه، ولی زمانی که اون اومده و برگشتش به مرسوی گفت تو استریم که من اصلا برای تو نیومدم، تو اهمیتی برام نداری و تازه گفتش که این 1 میلیون روبلم به من داده، مرسوی اونجا عصبانی شد و پرتش کرد یارو رو بیرون و همونجا خیلی فشاری شدش که چرا این یا این حرفو تو استریم زدش. یکی از معروف‌ترین لحظات خود بزرگبینی مرسوی هم برمیگره به استریم ماه ژوئن 2020 که یه خونه لوکس اجاره کرده بودش و مثل همیشه چند تا دختر دعوت کرده. اون شبی که دختری که توی استریم حضور داشتش یانا بودش که دختر خوشگل مشکلی بودش، هم میدونست چی بیاره و دختر خیلی خوشبرو بودش و با مرسوی شوخی دستی میکرد و خیلی با هم لاستوری حرف زدن و بعدش حدود نیم ساعت بعد اتفاق خیلی عجیب میفته. تلفن دختر زنگ میخوره و برمی‌داره و میبینه که پشت خط دوست پسرشه که داره بهش فوش میده و معلومه که اصلا خوشحال نیست که دوست دخترش کنار مرسوی و داره انقدر با شوخی اینا میکنه و مرسوی هم با خنده جواب میده و پسر رو اصلا مسخره میکنه و براش اهمیت واید نیستش. چند دقیقه بعد صدای در میاد که میبینیم این مثل اینکه این پسر و دوستاش ریختن اونجا، نمیدونم حالا آدرس خونه رو اینا رو کجا گیر آوردن و اینا. روسیه واقعا خیلی گنگن مردمش و ریختن تو. بادیگاردامش غلطی نکردن، انگار که مرسوی بادیگارد گذاشته اونجا و پسر اومد یه دونه خوابون تو گوش دختره تا بیا توضیح بده، یه دونه میبری خوابون تو گوش دختره و مرسوی هم اونجا فقط سعی کرد که اینا رو جدا کنه و ببین اینجا پسره به نظر من حق داشت که خوابون تو گوش دختره، چون مرسوی دنبال اینجور آدما بودش. دختره بعد آدم حسابی بودش که نمیرفت استریم همچین یارویی. اینجور وقتا به نظر من دو جهت اون یارو رو بزنید، یعنی اون طرف هم امکان داره عصبانی بشید، چه دخترم باشید ببینید دوست پسر تو خیانت کرده برید پسر رو بزنید. اون دختره شاید خبر نداشته باشه، اگرم داشته باشه دوست پسر شما لاشی بوده یا برعکسش. اینجا ما نمی‌خوایم جنسیتیش کنیم. مرسوی بعد این اتفاقی به یه ورش هم نبوده، اصلا براش مهم نبود که یه رابطه تموم شده و اینا و کاملا آدم مغروری بودش که هیچ به غیر از پول و ویو براش مهم
بودش، مخصوصا ویو و حاشیه و اینا که یه جورایی دوباره مستقیم به پول میخوره دیگه. رفتار مرسوی با بقیه افتضاح بود، همه رو تحقیر میکرد و خودش رو بالاتر از همه میدید. اما یه اتفاقی باعث شدش که دک سنگین بخوره و یه ذره افت کنه که الان میخوام براتون بگم. یکی از مشهورترین خواننده‌های روسی که اسمش مورگنشترن بودش که اگه اسمش اشتباه میگم ببخشید خیلی اسم روسی سخته، دعوت مرسوی رو برای حضور در استریمش رد کرد و به همین جا هم بسنده نکرد. برگشت گفت من اصلا از این یارو اتفاقی که میفته خوشم نمیاد و این کی باشه بخواد منو دعوت کنه. و اون لحظه برای مرسوی خیلی لحظه سنگینی بودش، چون باورش نمیشد که آقا منی که اینقدر معروف و محبوبم چرا همچین خراب شدم و این منو اینجوری ضایع کردش. و اونجا فهمید که افرادی که دور و برشن سر ریسپکت و احترام بهش نمیان، افرادی میان تو استریمش و اون پولش احتیاج دارن و یه آدمی مثل این که به پولش احتیاجی نداره و خودش آدم محبوبی آلردی و وضع مالیش و اینا خوبه ترجیح نمیده که بره کنار مرسوی. حتی از این اتفاق بعدش هم میاد و مرسوی هم متوجه این داستان شدش. حالا میرسیم به 19 اکتبر سال 2020 که یکی از عجیب ترین شبای زندگی مرسوی بودش و باعث شدش زندگیش یه ذره رو به روی اتفاق خیلی عجیب بیفته. یه لایف مثل همیشه، مهمونای زیاد، مشروب و شوخی‌های بی‌پایان. ولی اون شب چهره جدید وارد ماجرا شدش، یعنی یلنا. یه دختر باهوش از نسل جدید بودش که خیلی اهل حرف و اینا بودش و معلوم مطالعاتش و اینا بالاست و یه جوری میومد با مرسوی شوخینا می‌کرد و یه جوری داشت علاوه اطلاعات و درسی و بقیه چیزا مرسوی تحقیر می‌کرد و مثلا اینجوری بودش که من اینجور چیزا رو بهتر می‌فهمم، من مثلا تحصیلاتم تو این چیزا بالاتر و مرسوی هم به شدت آدمی بودش که اکوره در می‌رفت، همونجوری که بهتون گفتیم حس خدایی میکرد و اینجوری که یه نفر تو استریم بیاد تحقیرش کنه اونم یه دختر عادی اصلا تو کتش نمیره. مرسوی جا برمیگره به دخترم میگه تو فلتی و هیچی نداری و اینا، دخترم برمیگره میگه آره تو هم اونجا هیچی نیست و فلان اینا و بس به شدت بالا میگیره و مرسوی یهو از کنترل خارج میشه و کله دختر رو میگیره میتونه به میز که دختر بینیش میشکنه، آسیب مغزی هم میبینه تا جایی که من میدونم. البته فکر نکنم اونقدر حاد باشه ولی من نمیتونم صحنه رو ببخشید سیاه کردم براتون نتونستم نشون بدم، ضد قوانین یوتیوب، ولی اینجا بودش که مرسوی اتفاق خیلی عجیب دیگه براش افتاد. بعد این داستان ازش شکایت شده و دادگاه 72000 روبل براش برید که واقعا برای مرسوی هیچی نبودش. 6 ماه کار خدمات اجتماعی هم بهش دادش، اما ضربه اصلی این بودش که تمام شبکه‌های اجتماعیش بسته شدش، یوتیوبش، اینستاگرامش، توییچش، تلگرامش همشون مسدود شدش و کلی از محبوبیتش هم ریخت و دیگه همه داشتن بهش هیت میدادن. اما مرسوی همونجا تسلیم نشد و 2 سال تموم پشت سر هم هی کانال میساخت و تا کانال میساخت دوباره میومدن و بنش میکردن و هی داشت میرفت پلتفرم‌های مختلفو تست کنه تا جایی که یه پلتفرمی اومد به اسم کیک که الان هم خیلی معروف‌تر شده نسبت به سابق و اونجا محدودیتی نداشت، کسی به گذشته طرف اهمیت نمیداد. این برای آدمایی که میگن گذشته‌مو به خودمون ربط داره. اون روسیه رو ترک کرد و رفتش دبی، جایی که فقط برای یه شب اتاقش $10,000 پول پرداخت می‌کرد و می‌بینیم چقدر پول داره واقعا. حتی ساعتی گرفت با ارزش $20 میلیون که فاک. مرسوی دوباره انگار برگشته بودی تو کیک داشتن دوباره بازی کننده و اینا میومدن، اما همینجا ختم نشد و اون اومدش و دوباره حرکتای جدید زدش. مرسوی همونجوری که بهتون گفتیم دنبال این بودش که ویوشو ببره بالا، پولشو ببره بالا و 2 سال خیلی ساکت این بچه گوشه نشسته بودش و استریماشو میکرد. پس یه ایده خفن به سرش زد که واقعا ذهن این بشر مریضه. اون گفتش میخواد کاری کنه که کلی از استریمرها بیان کچل کنن و کارهای مختلفی کنن. اولین هدفش جسوس بودش که 5 میلیون روبل دونیتش کرد و گفت خودتو کچل کن که اون یارو این کارو کرد. یعنی قبل این داستان گفت یگو وای کچل کنی 5 میلیون روبل میدم که ظاهرا هم دادش. بعدی کاشا بودش 1.5 میلیون روبل گرفت و این حرکت رو انجام دادش و به یه نفر دیگه هم 3 میلیون روبل دونیت کردش که یه استریمر معروف روسی بودش که بازی دوتا رو پلی میداد و یه جوری از گنده های دوتا بودش تو روسیه و اینا و اون داداشمون هم این کارو کردش. تنها کسی که حاضر نبود کلهشو بتراشه براد کیشن بودش که گفته بود 40 میلیون روبلم بدی من این کارو نمیکنم. که تو این ویدیو هم که من ازش منو به اینا رو برشم یارو داره تعریف میکنه واقعا حق میگه من سر $2 هم این کارو میکنم که مرسوی جان اگه خواستی میتونی به منم پیام بدی، من حاضرم کلمو کچل کنم، خیلی هم اونقدر موامون نمونده، اگه خواستی من اما به همینجا ختم شده و مرسوی رفت دوباره سراغ دخترها و زنا میدونست ویو کجاست. اون به کلی از استریمرهای زن پول دونیت می‌کرد و ازشون کارهای خیلی عجیب غریبی می‌خواست. مثلا به یه دختره 1.5 میلیون روبل دادش و گفتش براش مثل استریپر بیاد تو استریمش برقصه و به یه دختر دیگه هم دوباره که بلاگر معروف روسی بودش که اسمش اسپتا سولر یا همچین چیزی بودش 1 میلیون روبل دادش و گفتش که سینه‌هاشو نشون بده. به یکی دیگه دوباره نزدیک 1 میلیون روبل دادش گفتش 1 دقیقه لباستو اینجوری بده بالا می‌خوایم همه چی رو ببینیم و اینا و
همینجوری دونیت میکرد بقیه رو، مثل که سر چند نفرم کلاه گذاشت و کاری که طرف گفت و انجام دادن بازم براش پولو نریخ مستر. اما امروز آندری داره توی جزیره بالی زندگی میکنه دیگه، اونقدر استریمای آشغال و اینا نمیذاره، ولی هنوزم یه سری شیطنتا داره که توی هر استریمش دوباره داره قمار میکنه، پول به دست بیاره، پول از دست میده و تازه ترین حرکتش هم حرکت جالبی بود. البته تازه که دارم میگم قدیمیه، منظورم نسبت به اون سالاست. اون اومد اعلام کردش، فکر کنم حدود 1 سال و نیم پیش اینا بودش، که هر کی ویدیوی تیک تاک بسازه که 10000 تا لایک بگیره، که فکر کنم از خودش هم منظورش بودش، $200 اینا بهش میده که همین باعث شدش کلی میم و اینا ازش ساخته بشه. و دوباره توی تلگرامش اینا هم کلی چالش گذاشت و اومد یه چالشی گذاشت، گفت هر کی که باعث بشه مستر بیست منو بیاد فالو کنه و اینا بهش 150 میلیون روبل جایزه میدم، که ظاهرا همین اتفاق افتاده. خود مرسو اومد نشون دادش که مستر بیست حتی فالوش کرده و بهش پیام هم داده که نشون میده مغز این بشر واقعا خوب کار میکنه، ولی گفتم دیگه راهی پول درآوردنش درست نیستش. خب اینم بود از زندگی مرسو، کاری که کرده. پارت 2 داره این ویدیو، زندگیش ادامه داره. ما الان تا سال تقریبا 2023 اینا رو بررسی کردیم، از سال 2023 به بعد اینا هم تو این چند سال اخیرام کارهای جالبی کرده که اگه از این ویدیو خوشتون اومد و حمایت کردید، پارت 2 هم براتون میسازم و میریم راجع به اونم تحقیقات میکنیم. نظری کامنتی چیزی دارید این زیر بنویسید و لطفاً ساب کنید که به حمایتتون به شدت احتیاج داریم. خیلی عشقی، چاکریم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.